باورش سخته. اشرف حکیمی ستاره پرسرعت پاریس سن ژرمن ممکنه تا 15 سال بره پشت میله ها. بادیگارد مسی طوری وارد صحنه شد که انگار قرار فیلم اکشن شروع بشه. روبینیو ستاره سابق فوتبال حالا تو زندان یه شغل عجیب و غریب داره. اشرف حکیمی ستاره مراکشی پاریس سن ژرمن حالا با یه بحران جدی روبرو شده. دادستانی فرانسه برای ماجرایی که به فوریه 2023 برمیگرده علیه اشرف حکیمی کیفرخواست صادر کرده و ممکنه تا 15 سال بره پشت میله‌های زندان. ماجرا از اونجایی شروع شد که یه دختر بعد از چت تو اینستاگرام با حکیمی به خونه اون میره و بعدش ادعا میکنه مورد تجاوز قرار گرفته. حالا دادستان میگه مدارک کافی برای محاکمه وجود داره و این قضیه ممکنه خیلی جدی‌تر از چیزی باشه که قبلا فکر میکردیم. اشرف حکیمی البته از همون اول همه چیز رو رد کرده و گفته این یه نقشه برای اخاذیه. حتی توی مصاحبه گفته وقتی تو زندگی موفقیت کسب میکنی بعضیا میخوان از تو یه نردبون بسازن. باشگاه پاریس سن ژرمن هم پشت بازیکنش وایساده و گفته به سیستم قضایی اعتماد کامل داره. اما حالا توپ تو زمین قاضی تحقیقه. باید ببینه شواهد اونقدری هست که پرونده به دادگاه کشیده بشه یا نه. روبینیو اون بازیکن خوش تکنیک و پرحاشیه سابق رئال حالا به جای دریبل زدن تو سانتیاگو برنابئو تو حیاط زندان آفتاب میگیره و بعد از محکومیت 9 ساله به جرم تجاوز حالا تو زندان برزیل با یه هکر معروف به اسم والتر دلگاتی آشنا شده و نقشه کشیدن بعد از آزادی یه شرکت را بندازن. یکی از شهرت فوتبالی خودش استفاده میکنه، یکی با مهارت تو تکنولوژی. روبینیو تو زندان آموزش الکترونیک دیده، الان تلویزیون و رادیو تعمیر میکنه، عضو باشگاه کتابخونیه و حتی باغچه‌کاری میکنه. خلاصه یه جوری برنامه روزانش پره که انگار رفته کارآموزی نه زندان. هر 12 ساعت کاری هم براش یه روز تخفیف حساب میشه. ظاهراً تصمیم گرفته از این وضعیت بعد یه چیز مثبت بسازه. خبر داغ از قلب ایتالیا. به نظر میرسه دیگه پرونده مهدی طارمی تو اینتر بسته شده و وقتشه به فکر مقصد جدید باشه. حالا طارمی با یه لبخند نیمه تلخ برگشته ایتالیا و منتظره تا یکی از 5 مشتری جدیدش فولام، لیدز، ناتینگهام، وست هام و حتی بشیکتاش ترکیه همه تو صفن تا ستاره ایرانی رو به تیمشون اضافه کنن. اما خود طارمی چشم دوخته به لیگ برتر انگلستان. اینتر هم بیکار ننشسته و برای فروشش قیمت گذاشته 8 تا 10 میلیون یورو. یعنی یه جورایی دارن با فروش طارمی پول جذب بازیکن جدیدشون یعنی لئونی رو در میارن. به قول فوتبالی‌ها فروش این یکی قرار پله‌ای باشه برای ساخت یه تیم نو. حالا باید دید کدوم یکی از این باشگاه‌ها حاضر میشه سر کیسه رو شل کنه و مهدی رو ببره به جایی که لایقشه. لیگ برتر یا سوپرلیگ ترکیه. به زودی همه چیز مشخص میشه. بادیگارد شخصی مسی مثل یه فنر از کنار خط پرید وسط و فضا رو به هم ریخت. اون لحظه هیچکس انتظار نداشت یه محافظ وسط زمین فوتبال وارد بشه و مستقیم بره سراغ بازیکن حریف. این اتفاق فقط چند ثانیه طول کشید ولی حاشیه‌هایی ساخت که هنوز تموم نشده. تا آخر این ویدیو بمون تا همین چیز رو بفهمی. فکر کن یه پسر 18 ساله با پیراهن افسانه‌ای شماره 10 بارسلونا دبل میکنه و بعد از گل دوم درست جلوی دوربین یه حرکت میزنه که کل فضای مجازی رو میترکونه. اول با حرکت نمادین کوبی براینت سینه خودش رو میزنه، بعد تاج خیالی رو با دستاش رو سرش میذاره. انگار که داره میگه همه بلند شید، فوتبال یه پادشاه جدید داره. یه خط و نشون برای ستاره‌های دیگه دنیای فوتبال که میگه من اومدم تا تاج رو از قبلی‌ها بگیرم. خب طبیعتاً خیلی از منتقدان سریع گفتن آخه کی به این جوون 18 ساله اجازه میده خودش رو پادشاه فوتبال بدونه؟ اما راستش رو بخوای وقتی تو این سن داری کنار بازیکن‌های بزرگ بازی می‌کنی و شونه‌هات انقدر محکمه که شماره 10 بارسا رو تحمل کنه، چرا که نه؟ بعضی وقتا برای پادشاه شدن اول باید خودتو باور کنی. آرسنال دیگه صبرش رو از دست داده. بعد از چند فصل نایب قهرمانی و حسرت حالا تصمیم گرفته برای رسیدن به جام هرچی اسکناس تو گاف صندوق داره بریزه وسط. خریدهای تابستونی مثل زوبیمندی، نورگارد و حتی کوپا نشون میده آندره آبرتا و آرتتا یه نقشه جدید کشیدن. تا همین الان خرجشون از 240 میلیون یورو گذشته و هنوز هم تموم نشده. حالا اگه اوزه یا گوردون هم جذب کنن راحت رکورد 300 میلیون یورو ترکیده میشه. این خریدها فقط خرید نیستن، اعلام جنگن. آرتتا تیمی داره میسازه که دیگه دلش نمیخواد فقط تحسین بشه، میخواد جام‌ها رو یکی یکی درو کنه. ارلینگ هالند، گول نروژی که هرچی توپ بهش بدی تبدیلش میکنه به گل،
خیلی ها بهش لقب تاجر گل‌های آسون دادن، چون بیشتر گل‌هاشو از چند قدمی دروازه میزنه. ولی خب این که یه نفر همیشه جای درست وایسه و کارو تموم کنه خودش یه هنره. هالند هم بالاخره صبرش تموم شد و توی مصاحبه با مجله تایم با یک کنایه شیرین گفت سخت‌ترین کار فوتبال چیه؟ گل زدن. اگه کسی بتونه همیشه گل‌های ساده بزنه یعنی داره یه کار رو خیلی درست انجام میده. خلاصه که با کمال افتخار گفت عاشق این لقبی هستش که بهش دادم و مشکلی باهاش نداره، چون تهش پول و رکورد و افتخار نصیب اونه نه منتقدا. با اینکه هالند رکورد میانگین گلش از مسی و رونالدو هم بیشتره، خودش خیلی بی‌ادعا گفته نه بابا اونا یه چیز دیگه هن. کسی به گرد پاشونم نمیرسه. اما واقعیت اینه که با 301 گل تو فقط 372 بازی اون تو مسیر افسانه‌ای شدن قرار گرفته. منتقدا شاید بخندن ولی آمار هیچ وقت دروغ نمیگه و فعلا تاجر گل‌های آسون داره فوتبال رو از نو تعریف میکنه. به نظرت هالند واقعا فقط یه تاجر گل‌های آسونه یا داریم درباره فوتبالیست تمام عیار حرف میزنیم که داره با هر لمس توپ فوتبال رو دوباره تعریف میکنه؟ نظرتو برام کامنت کن. فکرشو کن بازی تموم شده، سوت پایان زده شده، ولی داستان تازه شروع میشه. بازیکن‌های تیم اطلس با عصبانیت میرن سمت مسی چون از یه طعنه تندش به کوکارو شاکی‌اند. لئو بعد از گل دقیقه 95 که باعث برد تیمش شد با یه طعنه آتشین به کوکارو آتیش زیر خاکستر رو روشن کرد. اوضاع داشت به هم میریخت که ناگهان بادیگارد شخصی مسی یاسین چوکو با اون هیکل خفن و چهره جدیش از کنار خط میپره تو زمین. نه شوخی بود نه اتفاقی عادی. محافظ مسی وارد بازی شد. حالا شما فکر کن توی یه بازی رسمی وسط جنجال فوتبالی یه بادیگارد بیاد وسط زمین و یقه بازیکن حریفو بگیره. این صحنه بیشتر شبیه یه فیلم اکشن بود تا یه مسابقه فوتبال. با اینکه همه میدونیم مسی مثل یه طلا ارزش داره، ولی دخالت امنیتی وسط بازی قطعاً حاشیه‌ساز میشه. بعضی وقتا از دل زمین فوتبال یه صحنه سینمایی در میاد که همه رو شوکه میکنه. ورود بادیگارد مسی به زمین قطعاً یکی از عجیب‌ترین لحظه‌های لیگز کاپ بود. حالا باید صبر کرد و دید این ماجرا چه تبعاتی داره و فدراسیون چطور باهاش برخورد میکنه. فقط یه چیز واضحه، وقتی پای مسی وسطه هیچی عادی پیش نمیره. اگه از این ویدیو خوشت اومد اینو بدون که ویدیوهای جذاب دیگه تو کانالمون منتظرته.